با آغاز اعتراضات در ایران و برکناری رهبر ونزوئلا نیکولاس مادورو از سر قدرت، کارشناسان به دعواهای چین توجه کردند که سالهای اخیر یکی از مهمترین کارشریکان این دو کشور بوده است. در یک صحبت با شارح بلندپایه پژوهشگاه هاتسون ایالات متحده آمریکا مایکل سابولیک، خبرنگار رادیو آزادی رید استندش از او پرسید آیا واقعه‌های اخیر ونزوئلا و ایران ضربه به قدرت طلبی جهانی چین نیست؟ وضع برای چین یک رنگ نیست. ونزوئلا همگی 7% صادرات نفت چین را تامین می‌کرد. سهم ایران در تامین مواد سوخت چین به مراتب بیشتر است. در مسئله از دست رفتن نفوذ در ونزوئلا، چین احتمال کمی دریغ خورد و آن را پشت سر کند. در مورد ایران وضع دیگرگونه است. چین به طور جدی به نفت ایران وابسته است. از این رو منفعت چین در ایران خیلی عمیق‌تر از ونزوئلا می باشد. وابسته به پیامد اعتراضهای ایران و موقعگیری ایالات متحده آمریکا در این راستا، نتیجه می تواند خیلی بزرگ باشد. ایران در مقایسه با ونزوئلا به چین نزدیکتر است. تابستان سال گذشته وقتی هواپیماهای B-2 آمریکا پایگاه‌های زیرزمینی ایران را بمباران می‌کردند، از دست چین کار نآمد. سوال جالب آن است که اگر در یک شب وضع ایران به طوری برای چین نافرام تغییر یابد، این کشور برای تأمین بی‌خطری انرژتیکیش چی کار خواهد کرد؟ سوال خیلی جالب است، ولی من نمیخواهم بحث را عمیق‌تر کنم، زیرا ما نمیدانیم پیامد اعتراضها چی خواهد بود. یعنی می توان گفت که چین حداقل فعلا امکان ندارد که در صحنه بین المللی همچون قدرت جهانی ظهور نماید. این بود سوال دیگری رادیو آزادی از مایکل سابولیک. میدانید سخن در عرصه بین المللی قدر ندارد. اگر دیپلماتیا با نیرو تحکیم نیابد، آن فقط حرف است. تنها با سخن نمی شود منفعت‌های خود را حمایت کرد. همچنان تنها با سخن نمی شود در عرصه نظامی کامیاب گشت. به فکرم حالا چین کوشش می کند امریکا را همچون نیروی تجاوزگر و پایمال کننده قانون‌های بین المللی نشان دهد. تخمین می کنم چین همچنین امیدوار آن است که امریکا در گسترش نفوذش عاقبت به زیاده‌روی راه خواهد داد. تشکر از مایکل سابولیک، شارح بلندپایه پژوهشگاه هاتسون ایالات متحده آمریکا که به سوالهای رادیو آزادی درباره تأثیر جهانی تحولات اخیر ونزوئلا و ایران پاسخ داد.